دوست و برادر عزیز، این ویدیو مخصوص کسی است که صاحب نصاب مالی است که 1 سال بر او گذشته است و زکات بر او دادن زکات بر او واجب است. خواهرانی که طلا دارند، برادرایی که اندوخته های مالی در بانک ها دارند و تجارانی که صاحب این نصاب هستند. شما فراموش نکنید که هیچ کسی نیست که در واقع زکات مالش هم میپردازه مگر این که هم اون مال در آخرت سبب پشیمانیش نمیشه و هم مالش پاکیزه میکنه. پس چی بهتر که ما در ماه مبارک رمضان به این عمل که از جمله ارکان پنجگانی اسلام است به این عمل مبادرت بورزیم. متاسفانه یک سری از عزیزا این رکن چهارم اسلام فراموش کردن یا نظر بر روایت دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم رکن سوم اسلام فراموش کردن. در ماه مبارک رمضان هر عمل خیر معادل 70 و یا بیشتر از او است. والله یضاعف لمن یشاء. و الله متعال اگر بخواه بر هر کس اضافه میکنه. بنابراین عزیزان، اگر شما در باب چگونگی پرداخت زکات از اموالتان معلومات ندارین، انشالله ما در خدمت شما هستیم. بیاین که هموطنان عزیز ما را و اممیهنان ما را، یتیمان، زنان بیوه و او کسایی که در واقع نیازمند هستند و بسا از موارد اشد نیاز به دستگیری و کمک دارند، شما از پرداخت زکات اموالتان از یک طرف این فریضه از فریضه های الهی را فراموش نکردین، به او عمل کردین، از طرف دیگه با واسطه اموالتان خوشنودی و رضایت الله متعال کسب کردین و از دیگه طرف مشکلات هموطنان ما را حل کردین و از دیگه طرف سکینه و آرامش در قلب های شما الله متعال فرو میفرسته که سبب آرامش وجدان های شما میشه. پس روی صفحات لینک ها مشاهده میکنین. شماره تماس در خدمت شما است. یکی از صفات و ویژگی های عباد الرحمن و یا قرآن با کسا و افراد اشخاص مفید واقع میشن که و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، کسانی که نماز را برپا میدارن و زکات اموالشان میپردازن. فراموش نکنین که دادن زکات بر شما جز از فرایض الهی است. اگر کسی زکات مالش نپردازه، الله متعال در آخرت اون اموال سبب ندامتش میگرداند. مصداق آیه های سوره مبارکه التوبه گرم کرده میشه و اون اموال بر سینهش و پشت سرش بالاخره بر پیشانیش گذاشته میشه. الله متعال از چنین یک وضعیت همه ما و شما را نجات بده. عزیزان، ما در خدمت شما هستیم، در کمال امانت داری این رسالت انجام میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.